سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بچه ها امروز اومدیم بریم یه دست گیم پلی بازی کنیم به همراه بچه ها. بریم بچه ها، حتما ویدیو رو لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. خب استارت شد. بنازم منطقه آبی یه جای دور افتاده. بچه ها از این بس سعی میکنم ویدیوهای گیم پلی یه مقدار بیشتر بذارم. امیدوارم با لایکاتون به انرژی بدیم. خب بریم. به نظرم هر جا یارو رفتم ما هم بریم، ولی پیک به نظرم گزینه بهتری باشه. همراه اسکوادتون باشین. اسکوادی میزنیم. مثلا من گفتم بریم، مثلا الان گفتم بریم پیک، اسکوادمون مثلا نه لیدر حالا اسکوادمون نرفت. همیشه همراه اسکوادتون باش. بعضیاش مثلا پت عقاب ندارن، آنچه خودم تکی بشم بهتره. انگار من پت عقاب میارم ولی از پتای دیگه دارم استفاده میکنم بدون عقاب. بریم اینجا هم لوتش خیلی خوبه بچه، ولی فکر کنم یه نفریم بیاد. پارافال بنازم. من یه مدت نفر 4 پارافال شده بودم. دیویست سکه جمع کنیم. بریم به سمت یارم. البته اونورم انمی بودا. بریم پس اونور. خب فکر کنم یه دونه انمی بچه اینجا دیدم. همینجا بود فکر میکنم. خیلی دیدم 2-3 تا فرود اومدن به خاطر همین. خب یه دونه انمی بخریم. اشتباهی دستم چیکار دارم. داشتم یار 600 تایی میخریدم. خب البته هدم بگیریم، نزدیکمون داره میشه. تقریبا دیگه پیشمون هستن. اینا برداریم. چیپا برید. بالا دیدمش. اوه یه دونش. تو فعلا حساب شو دلقک. بنازم این هم زدیم. بریم یه دونه دیگه بخریم. به چقدر سکه داری؟ 100 تا بنازم. 90 تا برداریم. با مکس 7 هیچ کار نمیشه. البته اگه یارو وست نداشته باشه که دیگه در کسی از ثانیه باباش خورده میشه. خب یه دونه الینمر. بریم یه دونه با ماشینمون بریم دنبالش. خب بچه ها داریم دیگه نزدیک انمی میشیم. همینجا داخل پیک. اوه انمی هم داره فرود میاد. بنازم زیرش کنیم. البته نمیشه. وای خودش دیگه اینقدر وستش رو خوردیم دیگه فینیش شد. اوه خدا چقدر اونجا انمیه. اوه ابوالفضل. گیم پیو بردار آجی. ایکس مکس رو بنازم.
ایکس مکس خدا اصلا خدا. خب همینجا باشه همینجا. بچه ها ویدیو سنسور اگه دیده باشین برای یو ام پی خیلی خوب بود. اوه عجب فولدی خب. عجب هدی خوره اسویدی وای پشمو. فکرم صدا پایه دارم ایناش 98 تا بنازم. به 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 داریم بابا میخوریم ما بناز. خب دیگه با اسویدی وای دیگه صفا سیتی فینیشین تا ریوای بهتون بدم. فینیشین او یکی دیگه ول کن خاصی نمیگه داشت. بچه واقعا این سنسه برای یو ام پی خیلی خوبه، همچنین برای امده. بچه بریم با اسویدی وای فقط وست بزنیم لابلا هد. از بالا هم سراشیبیه دیگه راحت فکرم هد بخوره. چرا هد نزدم اینو؟ یا خدا چقدر انمی. دقیقا همه این گرین داینایی که داریم به درد همینجا میخوره. به به آی وای ای بابا از دو طرفه شدیم. از اون وری کی زد از این وری کی. امید اون به هم یارمونه. به نظرم یارم داره ریوایو میده. این قلبه هم گرفت دیگه فریه. انگار معادل 1200 پول داری یاراتو. نه البته 1800 تا چون دیگه 600 تایی میای فرود میای رو زمین. انگار معادل 1800 تا. اوه انمی داشت نمیری هد نخوره الا. برو بنازم. گود جاب واقعا عالی. خطرهای بزرگ داریم رفت میشه. برو زیر کلاچ بنازم. ریوایو میکنه بنازم. بچه ها ریوایو شدیم. بچه حالا با تامسون میرون زمین بنازم. همه اوه اسکوادی تامسون داریم. خودش هم تامسون داره. اصلا اسکواد تامسون اسمشو بر بذاریم. بنازم. بریم این شاپه یه دونه این گانای فیلیشو بگیریم. نمی یا خدا دو تا ای بابا ای دلقک دیمیتری زد بابا یو ام پی زدون. حیف شد حیف شد. بریم یارو که 600 تا پول داره کجا داشت داداش فقط ریوایو هم بریم داداش. الان دیگه صفا سیتی میتونیم ریوایومون بدیم. بچه ها ویدیو رو استاپ میکنم تا موقعی که ریوایو هم بده. خب بچه ها یارو ریوایومون داد. یکی که رفت یکی یارو مرد یکی ها ریوایو داد. در مورد جاده همون ثانیه ریوایو داد. جلوی چشم خودم یک فشار خوردم. یارمونم که با انتی کشتن. خب یه چند تا الان هم که دیگه لوتی نیست خدا وکیلی. فقط به هر سکه داشته باشید توی دراپه لول 2 هم هست دیگه. چیزای آمپول و یه نمیدونم وست لول 4 و یه نوزم لول تامسون اون اگه لولی بود خیلی خوب بود. بچه ها رسیم من این بویا قسم خریدم. این اسمش این دوتا ریلود اسپید هست. نکنین اصلا خیلی سری ریلود میکنه واقعا چیز حقیه. 200 سکه داشتم با میخواستم من سواره ایشم. خب برو ببینم چی کار میکنه. بریم بنامازم بالا هم که پر اینمی تو موته است حواسشون نیست. بنامازم با 9 تا کیل خوری شد. داشت ریوار شد.
داش بیا داش برای خودم این برای خودم این برای خودم این برای خودم آجی این برای خودم این برای خودم گیل خودم این برای خودم وای از کجا زدی در بک شماره دو بیا شماره دو نمیر خودت نمیری بنازم ای بابا اسکوادمونم اسکواد چندم شدیم 32 تا مثبت اسکواد چندم شدیم اسکواد پنجم شدیم یا خدا چقدر زود موندیم بچه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین تا ویدیو دیگه خدا نگهدار